اسدالله اسماعیلوف امام مسجد محله یکچنار شهر دوشنبه شب 19 به 20 اپریل پس از انجام نماز تراویح در مسجد دستگیر شده است. اسدالله اسماعیلوف 42 سال و 6 فرزند داشته در دهه تپه سمرقند نویه رودکی زندگی میکرد. بنا به گزارش منبع این خبر رادیوی آزادی، مقامات صبح 20 اپریل منزل او را در تپه سمرقند کوفتکوف کرده قسمی از کتابهایش را برده اند. نزدیکان امام مسجد یکچنار روز 23 اپریل گفتند بجز از اینکه مقامات او را به صحبت دعوت کردند چیز دیگری درباره سبب بازداشتش نمیدانند، ولی امیدوارند که او را آزاد خواهند کرد. اسدالله اسماعیلوف الکی دومین امام مسجد است که بعد شرکت در مراسم دفن دومولا حکمت‌الله تاجیک‌آبادی دستگیر می شود. شام 19 اپریل مقامات امنیتی عبدالحق عابدوف سرخطیب مسجد مرکزی نویه شومنصور را هم دستگیر کردند. مقامات گفتند مخدوم عبدالحق و 5 نفر دیگر دستگیر شده با جریان ممنوع مذهبی سلفیه علاقه داشتند، ولی منابع بامداد خبر دادند که مخدوم عبدالحق در مراسم دفن دومولا حکمت‌الله او را پیشوای بزرگ نام برده گفته است وقتی چنین عالمان از بین می روند مردم پیشواهای جاهل و گمراه را برای خود پیشوا می گیرند. با گفته منابع بامداد، مقامات در این سخنان اشاره به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را دیدند که سال 2016 صاحب عنوان پیشوای ملت شده بود.